صدیق شهید از پرتو خورشید حق ما خادمان ملت غریب که بی پرده بگم امام رضا دیوونتم یا حسین. خب از این خبر همه ناراحتیم. بالاخره یک رئیس جمهور مردمی و یک رئیس جمهور خستگی ناپذیرمون از دست دادیم و انشالله که خدا به مردم ایران صبر بده. مطمئنا دشمنان سوء استفاده خودشونو میخوان بکنن. خبرهای امروز اسرائیل، آمریکا و انگلیس خودشون رو نشون دادن، همونطور که در موضوعات دیگر در این کشور اتفاق افتاده خودشون رو نشون دادن و مطمئنا ملت ایران قوی‌تر نسبت به گذشته انشالله پیش خواهیم رفت. با همه گیر و گرفتاریاشون پای خادمای شما ایستادن. قطعاً میتونه مدیریت کنه. ما از این مراحل سخت داشتیم. اولین رئیس جمهور شهیدمون نبوده. مطمئناً هم از این حادثه با هم مثل همیشه سربلند رد میشیم. و حرف پیام این ملت رو چی جوری به همه دنیا رسون؟ السلام علیکم. شکسته کسی به من میگفت خوش به حالم کشتن همه اهالی ایران. نوکرای امام حسین میخوان بخونن به این زن بدن اما تو روابط تونیس رو اصلاح کن به تعبیر مولا امیرالمومنین. از صدیق شهید همتی از پرتو خورشید